استاد من یکم سوالم همین بود که یک خواهر اسلامی هستی چند قشید الحمدلله در توحید درآمد توحید آموخته است تا حاضر و میگه 2 سال شده شوهر من دعوت میکنم در دین قبول نمیکنه میگه که علمای ما را دشنام میدیه دزدی نمازهای میگه من سلفی را قبول ندارم دشنام بد میکنه 5-6 ماه میگه این خونه اوچه آمده میگه بیا من قبول میکنم نه که من میدونم که میگه کذابه من چیکار کنم میگه همی قطعی زندگی کنم یا نه یا که نه بارک الله همین فیک. چی گفتن ما به این خواهر میگوییم که هر مردی که عقیده اهل سنت و الجماعت رو، که همین عقیده اهل سنت رو عقیده سلفی هم میگن، خب اهل سنت هم میگن سلفی هم میگن، عقیده اهل سنت و الجماعت رو بگوید که من قبول ندارم، من بد میبینم، البته که این به کفر وارد شده است. در دو جانب امروز یک مرد شاید در دو جانب بگوید که من عقیده سلفی ها را قبول ندارم. جانب یکم جانب توحید، یعنی جانب اسما و صفات، الله در بالا بودنش رو، الله دیگر صفت هایی که کلامش یا که نازل شدنش، دست پا و دیگر صفت هایی که الله سبحانه و تعالی دارد، اینا قبول ندارد. برای چی؟ برای که صوفی ها این عقیده را قبول ندارد. اشعری، ماتریدی، رافضه ها در باب اسما و صفات اهل سنت قبول ندارد. سلفی میگوید یا مجسمه میگه. اینا کفار هستند، اینا کفار مشرکین هستند. هر کسی که الله در بالا بودنش رو انکار کند کافر است، مشرک است. اگر عقیده اهل سنت رو، عقیده اهل سلف صالح رو، سلفی رو به خاطر همین بد بیندم، کافر است، کافر است. به این جنازه حرام است، به این زندگی کردن حرام است. زنی مسلمان براش درست نیست که قطعی زندگی بکنه. یا دویم نقطه که اینها ضد هستند، نقطه عقیدوی، این چنین نقطه بارک الله فیکم کفر بالطاغوت، براءت و تکفیر. کفر بالطاغوت، براءت و تکفیر رو اینها قبول ندارند. به خاطر همین میگن که این عقیده سلفی ها رو ما قبول نداریم و اینم کفر است و کفر اکبر است. قبول نکردن کفر بالطاغوت و بعد دیدن کفر بالطاغوت، بعد دیدن براءت کفار مشرکین، بعد دیدن تکفیر، این بعد دیدن دین است. انکار کردن قرآن و سنت است. انکار کردن اصل دین است، این کفر شدن است. ما به این چنین خواهرها نصیحت میکنیم که شوهرش تکفیر کند و گوید که تو کفر هستی، توبه کنه، عقیده صحیح قبول کنه، نکنه جدا شود، به یک موحد مسلمان زندگی کند. بارک الله. بارک الله فیک